سلام دوستان، به کانال ما خوش اومدید. امروز میخوایم اضافه کردن فونت ها رو به شما آموزش بدیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب برای شروع، برای اینکه بتونیم فونت اضافه کنیم، ابتدا از سایت هایی که این پایین می نویسم وارد میشیم و فایل های مورد نظرمون رو دانلود میکنیم. بعد از دانلود فایل، از قسمت دانلودها روی فایلی که دانلود شده کلیک راست میکنیم و اون رو از حالت زیپ خارج میکنیم. بعد از خارج شدن از حالت زیپ یک پوشه ایجاد میشه که ما این پوشه رو باز میکنیم و روی این فایل کلیک میکنیم. فقط کافیه این استال رو بزنیم که فایل فونت نصب بشه. بعد از نصب فونت میتونید داخل نرم افزار فونت هایی که نصب شده رو مشاهده کنید. اگه این آموزش براتون مفید بود، لایک یادتون نره.